میدونم صدات الان اینقدره ولی توانایی حنجرت اینقدر نیست. الان شاید صدات اینقدر بیشتر بابا بگو بگو نه ذهنن نذار ذهنت جلوتو بگیره. استاد ما بگیم که راحت باشه بین صدای ما. آفرین. ببین میاد بچه‌ها. تو دوره 2 روزه مهدیه بوده فقط. خود مهدیه جزو کسایی بود که دقیقا مثل خانم غلامی گفت صدای من چیه؟ در نمیاد دیگه همینه. و چنان جیغی زد که آره. و خیلی خیلی خوبه. چرا حالا این اتفاق میفته جلوتر بهتون میگم. تو مغز ما چیه که یه جایی به بعدو اجازه نمیده. من وقتی صدامو میبرم بالا خانم غلامی اینجوری میشه. قشنگ ترس رو تو چشاش میبینم من. یعنی صدای منو میشنوه ذهنمو میترسه. حالا خودش میخواد صداشو از یه سطحی ببره بالاتر. یه خطر تو ذهنش داره آجیر میزنه. بخون جوکت. میدونی چرا پرستو و پرواز میکنه؟ دستاتو باز کن. حالا بلند یه ذره که بلندتر صحبت کردی حالا بلندتر. میدونی چرا پرستو و پرواز میکنه؟ نه نمیدونیم. نه بگو نمیدونیم چون خسته میشن یادش رفته. خب وقت نداریم بگم یعنی میگفت. پس بیا جلو تشویق کنید. نمره شما نمره نداشتی. نه اصلا من به خاطر نمره نگفتم بیا جلو. چون گفتی که هیچ احساسی ندارم میخواستم تست کنیم. اصلا همه جا نمره نمیدیم که اون نمره مال مدرسه است. آره. خانم فامیل تو؟ یا ابرفضل میخوای کار قشنگ بکنی. فامیل تو میخوای این کار بکنی اون کاری که میخوای بکنی چی کار میخوای بکنی؟ چی به فامیلش؟ خاکی. خانم خاکی. چه حیوانی تو خاک زندگی میکنه؟ کرم که صدا نداره. نفس عمیق بود. نفس دستات آزاد کن. چشاتو ببند. نفس عمیق. نفس عمیق چجوریه؟ همه با هم تست کنیم. از راه دماغ نفس میکشین. صبر کنید. 6 تا نفس عمیق کشیدین. این نفسی که شما کشیدین فقط دمتون باید باشه. 4 ثانیه دم، بعد نفس رو نگه دارین، بعد 4 ثانیه دیگه. حالا 4 ثانیه نمیخواد ساعت بگیرید. یه ذره بعد نفستون رو نگه دارین. اینجوری نه، این نفس عمیق نیست. بعد شکمتون باید باد بشه. برین چیزی بخورین شکمتون بیاد بیرون متوجه بشه. من نه کاری ندارم شکم ندارید نمیفهمید. بشه ببند. حالا اینجوری نفس آروم. دستاتو آزاد کن کناره. به یک تصویر خوب، به یک فضای خوب، به یک جای خوب، به یک خاطره خوب فکر کن. فاطمه رو نگاه کن که داره تو اون صحنه با حال خوب زندگی رو تجربه می‌کنه. آدم‌ها باش در ارتباطن و احتمالاً یه حیوانی دور و برت می‌بینی. یه حیوان خیلی با نمک، خیلی زیبا و خیلی قشنگ. گوشاشو بگیر، چشاتو باز کن. دستات آزاد. چه حیوانی دیدی؟ خرگوش. شبیه چه حیوانی؟ شبیه میمون. گربه. حالا خیلی سختش نکن. گربه چجوری حرف میزنه؟ فاطمه. گربه کمرو چجوری صحبت میکنه؟ نه میو. حالا ما میگم میو. چی میگه؟ میگه نمیو یا میو؟
نمیاد. کی بلده خیلی خوب صدا گربه در بیاره؟ بگو کی بود؟ آفرین. چرا صدای گربه خنده داره؟ چرا میگه بیا. چرا میگه بیا؟ خب اونجا گفت نمیام. نه سوال من اینه که چرا وقتی میخوایم صدای حیوانات رو در بیاریم خجالت میکشیم؟ چیش زشته؟ گربه زشته؟ آفرین. مسخره شدیم. بهمون گفتن شبیه فلان چیزی هستی. تو پیشی منی؟ بیاو. بگو باید بگی. یه میاو بگو برو خودتو خلاص کن ما رو آزاد. آره بچرخ اونور. فقط بلند باید بگی اونور چرخیدی. آره دیگه اونور نمیشه دیگه. یا اینور آهسته بگو یا اونور بلند. چه گربه. مرسی تشکر کنم. چه احساس داری؟ چه دستاتو آزاد کن دستاتو آزاد. چه احساس داری الان؟ بدنم میلرزه. شغلت چیه؟ شغلم مثل بگم بابرد حساب داره یه ساختار نقاشی کاملا مردونه. خب شرک مشاغل. آها. خب اونجا هم خجالت تو تاثیر داره دیگه یا نه اونجا حریف مردا هستی؟ نه اونجا دیگه با توجه به شغلم باید مثلا زبون رو داشته باشم از خودم برمیام، ولی که مثلا یه جایی مثل این جایی بخوام صحبت کنم حالا مثلا هر جای دیگه باشه سختم. یه لحظه چه اتفاق افتاد برای فاطمه که چرا در مورد چی سوال شد؟ در مورد تخصصش، جایی که ذهنش میگه اونجا من رفتم با مردم در ارتباطم، اصلا زبان بدنش باز شد، صداش اومد بیرون، حرفش قشنگ حرفشو زد. همون آدم بود که میگفت نمیام. حالا میام. مرسی تشکر کنم. پاشو بیا جون. تشویق کنین آقای شفریو. باید زراسا بخیره داره میگه تا دختر نگه میاو کار نگه بیاو. حالا که سوال یعنی تا دختر نگه میاو پسر نمیگه بیو. حالا این گفت نمیاو. آره کلا تو کار نمیاو. مرسی. حالا یکم از خودتون بگید آقای شفری، حالا اومدین جلو خودتون رو معرفی کنید. چرا اینقدر ما رو اذیت میکنید؟ چرا نمی اومدید؟ عباس شفری هستم، کارشناس عمران و من به خاطر شغلم چون هر دفعه یه جایی و متأسف جور نمیشد که بیایم سرکلاب بگرم دوست داشتم. باعث افتخار بیایم سلام بدشید. ما افتخار نداشتیم. عزیز سعادت ما. سلام بدشید. الان شرایط کاری فعلا کارایی کم افت کرده. فعلا یکم بیکاریم. پولا رو خرج می‌کنیم. آره پولا رو خرج. پولا که قبلا در رو حالا دیگه خیلی هم. آره قربان شما. خیلی خوشحال شدم از آره. خب عجول که باشیم خیلی اتفاقای بدی میفته. حقمون رو میخورن، خودمون رو نمیتونیم ابراز کنیم، 2 تا کلمه حرف نمیتونیم بزنیم، جوک نمیتونیم بگیم. خیلی اتفاقا میفته. کیا از خجولی پول قرض دادن و نتونستن پس بگیرن دیگه؟ کیا بدهکارن و نمیتونن تماس بگیرن که خب مشتری اومده کار انجام داده زشته بده نه فلانه هله. کیا مشتری کار میکنن آخر کار میگه میرم میزنم به کارتت، میگه خب برو باش، بعد میره که بزنه به کارت. آره همه اینا میشه خجولی. یه سری خجولیگریایی داریم که تو خانواده انجام میدیم، مخصوص مادراست، مخصوص پدراست، مخصوص بچه هاست. احترام ها یا دلسوزی هایی که به اسم مادر بودن، پدر بودن، من پسر خوبیم، من دوست خوبیم، خودم رو زیر پا میذارم، خودم رو له میکنم
و به بقیه میگم چی؟ من دوست خوبیم، من رفیق خوبیم، من خیلی با معرفتم. یکی از کارهایی که خجولی میکنه الان این. بریم ببینیم یه تستی انجام بدیم. این تصویر رو خوب نگاه کنید. خطای آبی کم رنگ موازی همن، درسته؟ خطای آبی پررنگ هم موازی همن. موافقین؟ نه. دو به دو. 4 تاشون با هم موازی هم. 2 و 4. 4 تاشون با هم موازی هم و حاضرم شرط ببندم باهاتون. خطای چشم. خطای چشم. کی میگه موازی هست با من موافقه؟ موازی هم؟ کی دیگه میگه موازیه؟ کی میگه همچنان موربن یا موازی نیستن؟ شما هیچی نمیبینی؟ سفید نیستی صفحه یه چیزی بگو. حاضرم شرط ببندم که این خطها با هم موازی هن و همین الان پول نقد میذاریم وسط. کی میگه الان موازی نیست؟ چند شرط میبندی؟ 1 میلیون. همین الان باید کارت بکشی ها. مطمئنی؟ بقیه همه میگید موازی نیستن؟ ما همه میگید موازی هستن. تا میگی موازی هست؟ موازی نیست. مطمئنی؟ این خطها با هم موازی نیستن. که یه بار دیگه سوالمو میپرسم. شما هم نبودین نگاه کنید. من به بچه‌ها گفتم خطهای آبی کمرنگ با هم موازی هستند. خطهای آبی پررنگ هم با هم موازی هستند. آیا شما موافقید یا نه؟ من با هر کی میگه موازی نیست 1 میلیون شرط میبندم. نه شرط میبندم. اگه به حرفت من دارم حرف میزنم دیگه. 1 میلیون شرط میبندم. ببندیم؟ موازی نمیبینی؟ فعلا خانم خاکی رو میذارم کنار، بعد بهت میگم موازی هست یا نه. شرطمون هم الکی بود، نترس. 1 تومن رو ازش میگیرم. پاشو بیا اینجا وایسا. از اینجا نگاه کن. موازی هن یا نه؟ کارتخانه بیارید 1 تومن کارت بکش. از اینجا نگاه. از اینجا نه از اینجا وایسا نگاه کن، کاملا موازی هن. هر کی میگه موازی نیست اینجا وایس. بیاین اینجا وایس نگاه کنید. اگه موازی نبود 1 تومن نده. من کجا وایساده بودم؟ دید من متفاوت بود با شما. و جالب اینه شما که دید منو نداشتین، اصلا امکان نداره از روبرو اینو موازی ببینید. چرا موازی میدیدید؟ اصلا امکان نداره از روبرو اینو موازی ببینید. چه جوری موازی دیدید؟ و سوالمه. نه خطای دید نیست. ببینید این درسته. اگه اینجا وایسم خطای دیده. این یه تکنیک. همینجوری گول میخوره. این بیاین اینجا وایسیم نگاه بالا، بعد بریم تو اینجا هم سرچ کنید هست. توی فشارهای اجتماعی ترسام میزنه بالا. چش خودم هم برام من اگه روبروتون وایساده بودم که نمیتونم بگم آقا این موازیه. اصلا نمیتونی از روبرو اینو موازی ببینی. درست میگفت. از اون جایی که اون نشسته اصلا موازی نیست. اما وقتی من با این قدرت میام میگم شرط میبندم باهاتون، زبان بدن اطمینانه. نگام هم راست میگه آقا این موازی اینقدر داره مربی در نیافت دیگه. بعد چی میگی؟ اما برای اون یه نفری هم که یهو میگه موازی نیست دارم که 1 تومن نوازم. فقط اونایی که از روبرو اینو موازی دیدید بگید چه جوری دیدم. اصلا از روبرو موازی نیست. موازی نیست ولی وقتی اندازه رو نگاه می‌کنی میگی نه از اندازه هم اگه خط پیش بود. هر جا خط
خطاشو نگاه کنی بازم موازی. ببین آره نه از روبرو موازی نیست، از بغل که وای میسید خطای دید باعث میشه شما موازی ببینید. مربع‌ها مساویه، مربع دقیقاً ما به خاطر احساس ادراکی که می‌کنیم به حالت مورب می‌بینیم، ولی دقت رو مربع‌های وسط اگه نگاه رو ذهن معنی یه چیزی میگه. ببین این نه شما به خاطر مربع یک سانتی همه ضلعاش یک برابر. حالا این عکسو اگه خواستین براتون میفرستم با خطکش اندازه بگیرید، اگه رو لپتاپ ببینید کاملا متفاوته. اون نحوه چیدمان این باعث میشه شما فکر کنید مربع درسته. نحوه چیدمانش جوری گذاشته که آره درست اندازه‌های اون بالایی با آره فرق میکنه دقیقاً. دو تا خطش موازی هیچ وقت همدیگه رو خلق نمی‌کنن. خب ما اینا رو ادامهش دادیم گفتیم که همدیگه رو خلق می‌کنن. بله دیگه این الان اگه بره جلو اینجا به هم میخورن دیگه. اصلا من کاری به این مربعای وسطش ندارم. شما همینو نگاه کن از جلو اینجا به هم میخورن یا نمیخورن. اصلا ما کاری به مربعای وسطش نداریم. مسیر بافت باید دیده بشه. کمال احساس ببین گوش کنید من چی گفتم به شما؟ همینجوری گیج میشیم تو زندگی. من گفتم آبیای کمرنگ موازی ان. همون شد. اصلا من کاری به آبیای کمرنگ ندارم دیگه. آبیهای پررنگ هم موازی ان. در صورتی که از جلو امکان نداره از جزئی که لوچ باشیم. مثلا من امکان نداره شما بتونی اینو موازی ببینی. درسته اینا ترفند این عکسه. ترفند این عکسه که شما اشتباه کنی. شما به این خطا بیفتی. تنها راهی که این خطا موازی میتونی اینه که از جایی که من وایساده بودم و 1 میلیون بردم میتونی نگاه کنی. خب یکی از اتفاقایی که توی خجولیگری میفته دقیقاً همینه. چالش درست کردم خیلی راحت، تقریبا 12 تا 15 نفر آدم 1 نفر با من مخالفت کرد. یعنی رو حرفش وایساد. چرا؟ مربی داره میگه، معلمه گفت، اونجا گفتم حرف زدن گفتن چی نگو. ترسیدم از این که بگم و اینجام همینه. شاید ته ذهنت این بود که نه این دقیقا میخوره به هم پس موازی نیست. چرا قبول کردی حالا که میگی؟ به چرخونن اون آبی کمرنگا دقیقا همین فکر را میاد. وقتی میگم به چشم خودم اعتماد نمیکنم، چشم داره میبینه این 2 تا خط میان میخورن به هم. باز دوباره به خاطر فشارهای اجتماعی، به خاطر اون چیزایی که میشنوم یا تو باورم هست، چی میشه؟ نظرم عوض میشه. خیلی خوب. خمیربازی 2 به 2 روبروی هم وایسین. خوب جفتید. شما مهدی برو جلو یکی دیگه، فاطمه برو جلو یکی دیگه. خواهر شما اونجا همه جا به جا بشین. با مهدی و شما برو اونجا، شما بیا اینجا، درست باشه. بیا همینجا بیا جلو خانمه. همینجا. خب خانوما که همه دماغشون کوچیکه، ولی اونی که یه ذره بزرگتره میشه نفر آره پولدارتره. پس اونی که پولدارتره میشه نفر اول. مثل دماغش مثل من بعد از عمل هنوز آفتاب بالانس میزنه. خب کی میشه نفر اول؟ دستا بالا. شما دماغت کوچیک‌تره. شما آقا سایز فقط، ما نگفتیم خوب و بده. شما ماشاءالله نفر اول شما، نفر اول دماغتون مثل همه شما دوتا. چرا؟ شما نفر اول باش، شما خودتون انتخاب کنید که شما باش. نمیدونم شما دوتا سخت انتخاب کردنتون، شما دوتا هم سخت، خودتون انتخاب کنید. خب نفر اول یه دستا بالا. نه این آره یه دستا. من میخوام ببینم که متوجه شدین. نفر اول میشه خمیر. شما خمیرین، یعنی اسمتون رو ول کنید الان شدید خمیر. نفر روبروش میخواد خمیر بازی کنه. یکم جابجاشین که جا داشته باشید. خمیر بازی کنه یعنی چی؟ تا جایی که استخونات نشکنه میتونه تو رو شکل بده.
به شکل‌های متفاوت، کاسه، آفتاب، نون خشک، میخواد هر چیزی که دوست داره میتونه تو رو شکل بده و تو هم تو اون حالت میمونی. یعنی اگه گفت اینجوری وایسا بر نمیگردی، همینجوری میمونی. حالا اینجوری کنید که شبیه آفتاب، هر جوری دلت میخواد. فقط استخوناش گناه دارن، استخوناشونو نشکنید. آسیا به نوبت حواستون باشه. خب 30 ثانیه وقت داریم، میتونی بگیریش بگی. آره آی شاپری نشکنه. خب بچه ها بریم کی نفر اول کیه؟ آره اشکال نداره، شما دوتام دوستید با هم؟ باشم بیاره بالا. حالا نمیدونم خودت بگو چیکار خوبه؟ همینجوری باش؟ کار نمی‌کنی. کیه شمایی؟ اون خمیره؟ بگیرش بپیچونش تو هم. فکر چی می‌کنی؟ یه دستش بذار رو سرش. آره یه دستش بذار اینجوری نشه. ها نه یه دستش بذار اینجوری بیار روشونش. آفرین یه پاشم بیاد بالا. آفرین تکون نخوری ها. چیکار می‌کنی؟ اس انگلیسی. نه تکون نخور. نه ولش کن دیگه، همینجوری خمیر درست کن و ولش کن. تو باید باشی همونجا. همینجا باش. این چیه؟ دستم بذار رو سرت. دستم کن. این کار خنده دار بکن، این کار دیگه است بکن. همینجوری وایسین. انجام بده، روش انجام بده. بچه‌ها حالتتون رو تغییر ندین. لطفاً حالتتون رو تا من گفتم نگفتم تغییر ندین. چرا پاتو میذاری زمین عزیز دل؟ چرا پاتو میذاری زمین؟ چجوری گوش کنید؟ چرا عوض میکنی حالتتو خمیر جان؟ نه یه خمیر بازی نکن دیگه. یه ساعت فکر می‌کنی خمیر همون یه شکل در بیار بس تو. خب برو اس شو. این دستش میشکنه اگه اس اونجوری بشه. خب برو این دستت هم همینجوری باشه. این اس دیگه. حالا خب شما داری تانگو میری؟ نه انتگرال. انتگرال داره میکشه. خب چه حالی دارین الان خمیرا؟ خسته شدین؟ چرا؟ تو خسته شدی؟ تو پاهات رو وایسا. مرسی آزاد باش، راحت باشی. وایسین کجا میره؟ آسیا به نوبت گفتم. حالا انتگرال در میاری الان متوازی الازنات میکنه. تمام زندگیمون خمیر بازی هستیم، با حرف دیگران، با فکر دیگران، با ترس از دیگران. اینکه صبح بیدار میشی حالت خوب نیست، صبح بیدار میشی انرژی نداری، شب میخوای بخوابی تا 2-3 شب بیداری به زور بخوابی، به خاطر اینکه حسن علی چیزی نگه، مادره چیزی نگه، نمیدونم اون چیزی نگه، یه سری حرفا رو میذارم، یه سری کارا رو نمیکنم چون خجالت میکشم. بعد میگم مرغ همسایه قاز. بعد میگم نگاه اون چقدر خوشبخته، اون چقدر راحت زندگی میکنه، اون چقدر فلانه. خودم میشم چی؟ خمیر. هر کسی میاد میگه اون میگه دست بزن سره میذارم. چرا هیچ کدومتون مخالفت نکردین؟ چرا من باید خمیر بشم؟ چرا من باید انتگرال بشم و قابلمه بشم و آفتابه بشم؟ چرا اس بشم؟ مثلا خودم هم تر میدادم به اس قشنگ. اس خانا باشم. میدونی اینقدر تحمیل شده بهم که اصلا جای سوال نیست برام. چرا باید این کارو بکنم؟ دلم نمیخواد بکنم. برای چی؟ نتیجه این تمرین چی میشه؟ تا حالا تو کلاس من یک نفر حتی مخالفت نکرده از این تمرین که بگه چرا من باید شکل آفتابه در بیارم. شاید جواب بدم و بگم نتیجهش اینه اونم انجام بده، ولی بدون چرا انجام میدم. یه بازیه دیگه. آره بازیه. نکنه یه بازی بعدتر گفته بودم شما انجام میدادی؟ اومدیم چیزی یاد درسته. اینا ذهن میگه. ببینید اینا شرطی سازی ذهن. هیچ جا من یعنی اون چرایی دنبال اون چرایی گشتن، دنبال اون دلیلی که آقا چرا من باید این حرف باشه منطق زندگی من.
این من استادم. اوکی استادم. چون اسم بازی اومد روش. اگه اسم بازی نمیاد درست. با خمیر باشه چرا زندگی هم ببین بازی اینه. بازیه. هر چیزی که شما تو زندگی داره تجربه میکنید نتیجه یک بازیه که اینجا تجربه میکنید. ما یک سری دوره‌ها داریم که اصلا بازی درمانیه، تئاتر درمانیه. هیچ کاری نمیتونید بکنید تو اون بازی‌ها. دقیقاً خودتون هم خود بیرونتون اینجا زندگی میکنید. با اینکه بازیه. ژاپن هم سیستم آموزشیش تا 50 ابتدا همینطوریه، فقط بازی یادشون میاد. دقیقاً چرا؟ چون ذهن اونجا یعنی شل میکنن، ول میکنن. یه سری مقاومت‌ها رو میگیره. شما الان تو خیابون برید یکی بگه اینجوری کن میکنی؟ نه دیگه، اینجا این کارو انجام میدی. اما من دوباره دارم چیکار میکنم؟ ذهنتون رو هوشیار میکنم. بیرون رفتی طرف گفت این خورد ندارم، 5 تومن ندارم، 10 تومن ندارم، هر چی گفت. چرا من هر چی، یعنی یادت بیاد که داری یه شکل میدی به خودت. هر چی گفتی چشم نتونستی نبگی، داری یه شکل میدی به خودت. این نتیجه این بازیه. نمیخوام بازی رو در نظر بگیرم. حالا معکوسش جبران زوزنقه الان میتونید بشکنید دیگه استخونم اگه دلتون خواست. فقط نفری که الان خمیره با آگاهی جدیدش خمیر میشه. میخوام ببینم چه جوری رفتار میکنید. چرا باید خمیر بشم؟ الان دیگه به روبروت بگو. الان خودمو میزنم. میخوای بفهمید چرا الان که توضیح خمیر نباشی رو گفتم. میخوام رفتارتو متوجه بشم. نفر روبروت میشه خمیر. آره نفر روبروت میشه خمیر. هر کاری میتونی انجام بده. شکلشو در میار براش. کی خمیره؟ اون خمیره. خب انجام بده. بذار من برم. صندلی شدی؟ خب شما خمیر شدی؟ چی الان این؟ دفتر کاکل مسری فکر کنم. تو خب شما گوش کنید به حرف من.